و مشکلات احتمالی که در راه حالا نازایی یا ناباروری میتونه وجود داشته باشه. ما در خدمتی. خواهش می‌کنم. در خانم ها اولین مسئله تنظیم ماهیانه. حتما باید ماهیانه تنظیم باشه. بعضی از عزیزان میان میگن که تنظیم ماهیانه یعنی چی؟ یعنی خانمی از قبلا نرمال بودن ماهیانه یا پریودشون، بعد میگن که آقای دکتر از نمیدونم 6 ماه قبل، 2 سال قبل، 5 سال قبل من مشکل پیدا کردم. این دسته از عزیزان که میخوان برای باروری اقدام کنن، اول حتما باید تنظیم کنن، وگرنه راحت جواب نمیده. یه دسته از خانم‌ها دیگه هستن میگن آقای دکتر ما از قدیم پریود نامنظم بوده، پدر عذر میخوام مادرم هم اینجوری بوده ولی بچه داشته، مشکلی نداشت. بنابراین به بیماران توصیه میکنیم یا مراجعه کننده عذر میخوام میگیم که اگر قبلا تنظیم بوده الان چی شده، حتما باید دارو مصرف کنید تنظیم بشه. بعد خود به خود وقت تنظیم شد انشالله باروری اتفاق میفته. چیکار کنم؟ اگر برفرض عقب میفته 2 تا درمان ساده معمولا تهران رازیانه میدن، راحتش بخوان رازیانه میگیرید یا بادیون، بهش بادیون هم میگن، شهرها دیگه میگن بادیون. 100 گرم رازیانه میگیرید یا بادیون با 50 گرم بارهنگ، اینا آسیاب میکنید، با عسل نیم کیلو قاطی میکنید، یه قاشق غذاخوری هر روز میخورید به مدت 1 ماه. همراه نصف استکان عرق بادیون یه ماه میخورید تا تنظیم بشه. اگرم که رازیانه نمیخوام، بعضیا میگن هورمون داره توش ما نمیخوام استفاده کنیم، میتونن بومادران بگیرن، گل بومادرانی قاشق غذاخوری صبح شب دم کنید، به مدت 3 ماه میخورید، شیرینش هم میکنید، عرقش اونقدر جواب نمیدهد، خودش باید بخورید، این هم خیلی خوب جواب میده. پس بومادر بعد 2-3 ماه تنظیم میشه. حالا ممکنه ماه دوم نیاز داشته باشه یه داروی تقویت، حالا ما کمخونی هم میدیم، حالا خواستم بخورن برای دارو کمخونی یا داروی قرص کمخونی میخورن یا هم قرص آهن میخورن یا داروی گیاهی میخورن. اگرم چیز ساده خواستن که توی طب سنتی میتونن یه قاشق غذاخوری هر روز پر مویز بریزن تو آبجوش، شب تا صبح آبشه بخورن که کمخونی جبران بشه. خب وقتی که ماهیانه تنظیم شد دیگه ما مشکل نداریم، میریم مراحل بعد اقدام میکنیم. این یک حالت. پس یک باید پریود تنظیم میشه. دوم مسئله است، بعضی از خانم‌ها هستن که راه‌های رحم به تختان بسته شده، در واقع لوله‌های فالوپ ممکنه بسته باشه، حالا با علت عفونت چی هر چی باشه. برای باز کردن لوله‌های فالوپ گاهی اوقات که اتفاق میفته معمولا سکنجبین مصرف میکنن، سکنجبین بزوری نداشته سکنجبین معمولی استفاده میکنید همراه با یه بخور، حتما باید بخور هم بدید. بله. خانمای محترم، چیزهایی که خوشبویه مثل بهار نارنج، مثل سنبلاتیپ، مثل گل ریحون، میگن بهار ریحون، بهار نارنج میگیرید، ریحون میگیرید، اکلیل الملک میگیرید، شیوید میگیرید، اینها رو یه مش از مخلوط اینا میریزید توی آب، 6 لیتر آب میجوشونید. وقتی جوشوندید یک دامن بلند میپوشید یا یک لباس بلند میپوشید، تو حمام یا دشی به مدت 20 دقیقه به رحم بخور میدید. 20 روز 30 روزی کار میکنید تا اگر چسبندگی های معمولی رو معمولا با همراه با مصرف سکنجبین باز میکنه و نشانه باز شدنش هم اینه که بعد مدتی بوی اینها باید تو بینیتون استشمام بشه، متوجه بشید. وقتی استشمام شد یعنی لوله‌های فالوپ باز از لحاظ طب سنتی. حالا قدیم راهی بوده سیرم موضعی استفاده میکردن، گفتن اگه بو ببینی رسید یعنی بازه. پس برای باز شدن لوله‌های رحمی هم این اقدام میکنن. در ضمن ما به تمام خانم ها هم که میان میگیم 3 روز بعد از پریود، یعنی روز 8 9 10 3 روزی که پاک میشه، روزی که پاک شدن به مدت 3 روز این بخور انجام بدن. بسیار نسخه خوبیه. یه خانم مسن کرمانی به من داد، خودش مامای قدیمی بود، نسخه بسیار خوبه و جوابم میده، این اجرا کنید. 3 روز بعد از پریودم این بخوری میگم انجام بدن. اگر خانمی لوله‌های فالوپ گرفته میتونه فاصله بین 2 تا پریود این کار رو انجام بده. این است. همراه با پس یک گرفتگی لوله‌های فالوپ. دوم اگر که مشکلات چی داشتن، مشکلات
تنظیم پریود داشتن. گاهی اوقات هم رحم سرد میشه. بعضی خانم‌ها میگن آقای دکتر کمرمون سرده، رو رحم سرده، ما چیکار کنیم؟ عزیزانی که رحمشون سرده حتما باید داروهای گرم استفاده کنن. یک دارو ساده که بخوام بگم دارو دوال بلغمه. اگر بخوام باز ترکیبی جوشونده بگم، یه جوشونده ساده هم بهتون عرض میکنم. حالا میتونید سیادان عسل هم مصرف کنید، ولی یک دارو ساده تر اگه دارو خوبی بخوام بگم، ترکیبی از زنیان، کلپوره، هل سبز، بادیون و زیره، این 5 تا رو یه قاشق غذاخوری دم میدن با نبات، هر روز صبح میخورن به مدت 20 روز تا 30 روز تا احساس کنن که تعریق سرد تو ناحیه رحم و کمر ندارن. این کار رو انجام میدن. اگه اون بخور قبلی هم گفتم حتما انجام بدن. بعضی خانم‌ها هست میان میگن آیده تو رحممون باد داریم، هی باد خارج میشه، این منتهی میشه به سقط جنین. معمولا میگه آقای 2 ماه من سقط میکنم آقای دکتر، بادم از رحمم خارج میشه، چیکار کنم؟ اینا همه عواملی که میتونه باعث عدم باروری بشه. میام چیکار میکنیم؟ معمولا داروهای همون 4 زیره ساده که قبلا هم گفتم، 4 زیره یه قاشق مرباخوری دم میکنن با آبجوش صبح میخورن. بعد 3 روز اول پریودشون هم روی رحم رو بادکش گرم میکنن. عزیزانی که رحمشون مرطوبه، ترشح زیاد دارن یا ای که سرده، حتما بادکش رو انجام بدن. هفته 2 بار تا 3 بار بادکش به مدت 2 تا 3 دقیقه انجام بدن، هم رو شکم، رو رحم، هم ناحیه کمر. کمرشون هم حتما بچسبونن. کمر رو چطور بچسبونن؟ بخصوص اونا که سقط دارن، خانمایی که سقط دارن دیر حامله میشن، حتما ماهی 3 روز کمرشون رو بچسبونن. درمان ساده کمر اگه هیچی نداشتید، تخم مرغ دارید، تخم مرغ رو با آرد نخود با یکم عسل رو کمر ماساژ میدید، زرده با سفیده همه میبندید. هر ماه 3 روز. اگر هم که میگید بو میده بعدتون میاد، شب تا صبح بزنید، شب تا صبح بزنید، صبح بشورید. هر ماه کار کنید تا مشکلتون حل بشه. 3 روز اول پریودم حتما کاچی یا آبروغن یا تاسو یا گداخ، شهرها مختلف اسمای مختلف داره، مصرف کنید. این بخش خانما. دست شما هم درد نکنه.